سنگکلیه واقعا خیلی بده. علی چه خلوتی رو تو اینجا فاصلی خرابه نه؟ چش نزن ما رو بیچاره چش نزن صبح چون درمونگاه بازه میگم شما آمپول میزنی؟ نه ما کجا کار میکنیم؟ مالی خودش به شکم بخواب یه جوری بزن که بتونه بریم خواهدم تایشو هوا نداری بزنیم هوا نمیکشه نه؟ یه دونه جل تزریق میکنم چه راحت میری تو رفت تو گوش ولی عباس همون اولش هم باید میزد تو آستنت داداش این دارو یکم میسوزونه خاصیتش یکی دیگه هم هست برو بیونه عباس گفت بذار لوکیشن دولابو بده بذار تمامه بعد ببرش سونوگرافی دم شما گرم مرسی چی اومد؟ 3 تازه اومده خدا خب به این میگن در واقع لارنگوسکوپ نه الان میگم مریض نمیدونه چه جای چیز حساس رو الان کجا رو داره میگیره؟ نحوه گرفت نحوه وصل کردن اینو میذاره اینجا بیا سرپاسه گو نگرفت یه بار دیگه با اینو میذاره اینجا خب با ارموش 60 فشار این میگن روش سایبوس داره بس ببین این خراب نیست خب اینو میذاری اینجا که گذاشتی با ارموش 60 اینجوری فشار میدی این یه تاپ درست چراغش هم که اوکی من خودم میگم درسته بس حله خودت نگی من میگم خب یه بار دیگه برو لارنگوسکوپ برای لوله گذاری توی کسایی که برای شروع کردن عملیات استفاده می‌کنیم و نحوه گذاشتنش هم تیغه رو قسمت دسته در حال لارنگوسکوپ تو دست راستمون و تیغه تو دست چپمون و جایگذاری می‌کنیم با انگشت 60 فشار میدیم جا میفته میذاریم اینجا رامش چک می‌کنیم و اوکی دهن مریضم وا می‌کنیم میذاره داخل الله ترم چندی الان؟ ترم 8 از پرستاری راضی؟ تا الان چجوری بود؟ آره خیلی راضی وقتی نه بابا نه دوران دانشجویی واقعا چجوریه؟ میخوام در مورد دوران دانشجویی در مورد پرستاری و در واقع دوران دانشجویی آقای ابراهیم بیا اینجا یه قدر ازش بگیر خب واکسن آنفولانزا بچه کی میزنه؟ زاری میزنه آزمایشش که چی نمیشه ارده رسنه برندش چیه؟ فرانسویه؟ واکسن آنفولانزا ها؟ آره آنفولانزا آنفولانزا ننوشته آره من بزن آیا
آره خواستم به پیش بگیم تموم. نفر بعدی. من با این بیمارستان بذارم برای شما هیچ گیرتون نمیگه این همه یک و 200 کجا؟ از اونجا باید؟ اون کلینیک همکارم دوباره؟ چرا برای ما نمیزنن؟ واکسن من خودم مثلا اعتقاد واکسن ویروسی ندارم مثلا واکسن ندارم بده بالا نمیره بالاتر میره؟ چش بزنم بیا بریم تو تا دیگه بیا همین داخل تا اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنی و در واقع ما تو این کانال آموزش‌های مربوط به حوزه سلامت به بهداشت رو مثل عامیانه و خیلی با زبان خیلی ساده در اختیار مردم قرار میدیم تا در واقع آگاهی مردم جامعه رو نسبت به مسائل بهداشتی و در واقع سلامت بالا ببریم و اگه ویدیو رو لایک کنی باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و از این طریق توانمندسازی افراد جامعهمون رو در زمینه مسائل بهداشتی و سلامت بالا ببریم. آپوتل هستش، مسکن، ضد تب، ضد درد، آنژیوکت صورتی، آنژیوکت آبی. الان کدوم میخوای بزنی؟ البته خانومه بیشتر خانوما بیشتر آبی میزنیم. این هم که سرم آفسالین 45% برای بیماری که فشار خون دارن، مشکل کلیه دارن. فشار خونیه؟ شون نمیدونم ولی احتمال چست آنژیوکت. همین فیلم ببینیم. الان میخوای اینجا آماده کنی؟ آماده کنم. آره میخوای آماده کن. خوبی اومد سرمو بند ندارن یعنی بدبختیش همینه. آره اول بار من شما مدل دیدم. واسهش نورمال خب یه دونه نورمال برمی‌داریم. اینا رو با اینا آویزم. اینجوریه. سرمایی که بند ندارن. آره سرم بی بند. اول من هواگیری میکنم بعد دارو رو میزنم. پنجرنگی با سرسوزن نمیکشیم. از این قسمت یه نقطه زده به این شکل شیشه ها تو سیفتی باکس. آخرش رو باید بکشیم. همینطور که در تصویر می‌بینید غذایی ما در حال آماده کردن دارو محتویات سرم دانشجوی ترم 8 پرستاری 8 پرستاری
7 نظام قدیم 8 نظام جدید. خب اونایی که سراما که بند ندارن نحوه انداختن اصولش اینه. آره قسمت چیزش میره بالا بعد آره کلامو میگیرم. اوکی یه بار دیگه انجام بده. خودت انجام بده دستت بیاد. روشی هم که من اختراع کردم. نه این بهتره اصولی درستش اینه. این قسمتش آره این میره داخل این میره بالا قسمت حلقه مانندش بعد این بندم که میاد بالا. آره اوکی دست تکون باشه درد نمیکنه. تموم شد. تموم شد. صبر دست تکون نده. دست تکون. عکس میخواد بگیره یا چیزی رو وصلیه؟ اتاق عمل. چرا میره اتاق عمل؟ چیز میزنم شروع میزنم میاد اوکی بذار من تاریخ هم روش میزنم. بذار من تاریخ هم روش بزنم. یه دست تو دست پایین گفتم 26 دست